روز بخیر بینندگان عزیز. سرخط خبرها از رادیوی آزادی. تاجیکستان را برای بستن یک سازمان حمایت از حقوق انسان تنقید کردند. بحثی داغی بازداشت مدیر شعبه معارف رودکی که راننده شرکت فراز بوده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت 38 حالت تعلیم غیرقانونی دینی را آشکار کرده است. دو سازمان بین المللی حکومت تاجیکستان را برای بستن یک سازمان حامی حقوق سخت تنقید کرده و از آن خواستند این قرارش را به اعتبار کند. انجمن همکاری بین المللی برای حقوق انسان و سازمان بین المللی ضد شکنجه روز 7 مارس با نشر یک بیانیه رسمی گفتند بستن مرکز مستقل حفظ حقوق انسان یک ضربه دیگری به جامعه مدنی در تاجیکستان است. در این بیانیه آمده است دلیل‌های دادگاه برای قطع فعالیت این سازمان بی اساس است و مرکز مذکور را تنها برای حمایتشان از حقوق انسان و افراد محتاج به کمک بستند. هر دو سازمان بین المللی حامی حقوق از حکومت تاجیکستان خواستند منع کار مرکز مخالف عهدهای بین المللی کشور است و حکومت باید بگذارد که حامیان حقوق به ممانعت کار مهمشان را ادامه بدهند. دادگاه شهری دوشنبه روز 26 ینور بر اساس شکایت وزارت عدلیه امر داد که فعالیت مرکز مستقل حقوق انسان در تاجیکستان قطع کرده شود، زیرا به گفته دادگاه سازمان سری وقت حسابات مالیش را به مقامات نسپرده است. سازمان مذکور که از سال 2010 کار میکرد یکی از سازمان‌های انگشت شمار فعال حقوق انسان بود. بازداشت مدیر شعبه معارف ناحیه رودکی با اتهام رشوه‌خوری بحثی تعیین افراد نامناسب به منصب‌های دولتی را در شبکه‌های اجتماعی داغ کرده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان خبر داد که اقبال نعمت الله مدیر معارف ناحیه از 36 مدیر مکتب در چند ماه کاری بیش از 65,000 سامانه رشوه گرفته است. جوانی 32 ساله تا تعیین شدنش به مقام مدیر معارف یکی از رانندگان شرکت فراز بوده است که آن را به شمس‌الله صاحب داماد پرزیدنت تاجیکستان منصوب می‌دانند. این نکته که چگونه یک راننده که با تجربه اندکی آموزگاری که در گذشته داشته است به مقام رهبر شعبه معارف ناحیه کلانترین تاجیکستان رسید بحث را در شبکه‌های اجتماعی داغ کرد. امید یک کاربر در فیسبوک در واکنش به این خبر نوشته است که فساد در ساحه معارف گپی نو نیست، ولی تعیین راننده به مقام مدیر معارف حادثه نو است و عمق فاجعه تقاضابازی را نشان می‌دهد. اقبال نعمت الله ماه اکتبر سال 2022 به این مقام تعیین شده است و 4 ماه در این مقام کار کرده است. معلوم نیست که وزارت معارف با کدام دلیل او را به این مقام تعیین کرده است. نسبت به او با اتهام رشوه‌خوری پرونده جنایی باز کردند. حکومت‌های روسیه و اوکراین گفتند که مبادله دیگری اسیران جنگی را انجام دادند. ضمن این تبادل روسیه با اوکراین 130 سرباز و اوکراین با روسیه 90 اسیر جنگی را بازپس دادند. در این باره اندری یرمک رئیس دستگاه ریاست جمهوری اوکراین و وزارت دفاع روسیه خبر دادند. اندری یرمک گفت که در بین اسیران اوکراینی 4 زن نیز هست. به قول او بسیاری از اسیران زخمیانی هستند که هنگام مدافعه شهر ماریوپل به دست سربازان روسیه اسیر افتادند. پیش از این روسیه و اوکراین در نیمه ماه فوریه اسیران جنگی خود را تبادل کرده و 101 نفری از نظامیان اسیر گرفتهشان را برگرداندند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که سال گذشته 38 حالت تعلیمات غیرقانونی دینی را آشکار کرده است. وزارت در حسابات سالانه خود که آن را نشریه صدای مردم نشر کرده است گفته است در 38 حالت کودکان از جانب همسایه‌ها و یا روحانیان محلی تعلیم دینی گرفتند که خلاف قانون است. در تاجیکستان 14 سال پیش پس از قبول قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی تعلیم دین در خانه‌ها غیرقانونی اعلان شد. پیشتر روحانیان با کودکان در مسجد یا خانه اساسهای دینی اسلام را تعلیم می‌دادند. مقامات می‌گویند از چنین راه جوانان و نابالغان با گروه‌های افراطی
جلب می شدند. ساکنان بارها از آن اظهار نگرانی کرده بودند که کودکانشان از اصل دین بیخبر می مانند و بعداً از طریق شبکه‌های اجتماعی به عقیده‌های افراطی می گرایند. قانونگذاری تاجیکستان تنها به پدر و مادر حق داده است که به فرزندانشان تعلیم دینی دهند. و بانک ملی تاجیکستان برای روز 8 مارس قربی 1000 روبل روسی را 144 سامانی تعیین کرده است. $1 آمریکایی را 10 سامانی و 64 درم و 1 یورو را 11 سامانی و 61 درم مقرر کرده است. قرب اسعار در بانک‌های تجارتی فرق می‌کند و ممکن است پول شما را با قرب دیگری عوض کنند. سرخط خبرها به پایان رسید. شما را ساعت 19 به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو در برنامه اخباری آزادی انتظار